بعد از این همه واقعیت چه خیلی میبینید ما هنوز هستیم. تصور نمیکردیم که زنده از اونجا بیرون میآییم. سلی شرفی شاهد حادثه های یک ماه آخر در نوار غزه است. او همراه خانواده‌اش از این منطقه زیر نظارت گروه فلسطینی حماس ولی در محاصره اسرائیل بیرون آمد. میگوید که از روزهای اول جنگ تلاش کردند تا خود را به مکان امن رسانند، اما قریب یک ماه طول کشید. سلی شرفی و شوهر و دختر 4 سالش شب 3 به 4 نوامبر به بلغارستان رسیدند، جایی که شهروندیش را دارند. در غزه نه اینترنت هست نه ارتباط، بسیار مشکل است. من حامله هستم. کابوس میدیدم که همانجا در خانه بیوری طبی طفلم را به دنیا میارم. بیمارستان ها بی سوزشواری، به جای خواب ماندند، به هیچ چیز ماندند. در آنجا مکان امنی نیست، نه خانه امن است نه کوچه. سیکا شرفی آمدن پسر و نبیره و عروس خاندان را به صبرانه منتظر بود. بسیار تشویش آور است، چون نمیدونید که در آنجا با نزدیکان شما با اولادتون چی میگذرد. نه همه وقت در تماس بودیم. برق و اینترنت را قطع کردند. این خانواده از قاهره توسط افینه به بلغارستان رسیده است. آنها روز 1 نوامبر توسط گذرگاه رفح به مصر گذشته بودند. بعد از آن که به بعضی از غیر نظامی ها اجازه شد نوار غزه را ترک کنند. پیشتر گروه فلسطینی حماس رویخط شخصانی را نشر کرد که می توانند از نوار غزه بیرون روند و به آن 37 بلغارستانی هم شامل بودند. مقامات بلغارستان میگویند تا این دم 36 نفر آنها سرحد مصر را گذشتند، ولی یکی از آنها طبیب است و خواسته که برای یاری به مردم در نوار غزه بماند. از این تعداد خانواده شرفی تنها عائله هست که از نوار غزه تا اروپا رسید. شهروندان دیگری بلغارستان هنوز در قاهره هستند. انتظار می رفت که قسم زیادی آنها 3 نوامبر توسط روم به کشور خود برسند، ولی نزدیکانشان گفتند که ایتالیا اجازت نداد. سلی شرفی می گوید خوشبخت است که همراه همسر و دخترش زنده و سلامت به مکان امن رسید، ولی در حالی که درگیری بین اسرائیل و نیروهای حماس هنوز جریان دارد دلش آرام نیست. امید دارم که جنگ هر چیز زودتر پایان یابد، چون که در آنجا مردم و کودکان قربان می شوند.